یک روز یک مرد خواب بود و در همان حالت خواب بود که یعنی که او به شکم خود خواب رفته بود و از همان جا پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی می گذشتند این مرد را دیدند و با پای خود آهسته او را تیله کردند و هنگامی که این مرد بیدار شد دید که او را نزد او رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایستادند و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آن دم به او گفتند که خداوند بعد می‌بیند نفرانی را که با همین حالت یعنی که بر شکم خود خواب می‌روند و از همان دم مسلمانان 1400 سال پیش همین کار را قطع کردند. یعنی که ما و شما می‌دانیم که بسیاری ها خواب رفتن با شکم را دوست می‌دارند، لیکن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که خداوند این گونه آدمان را دوست نمی‌دارد، بد می‌بیند. وقتی که یک عالم از یک عالم این سوال را کردند، خودی همان عالم میگوید که وقتی که باری اول به من همین سوال را دادند که برای چی با شکم خواب رفتن ممکن نیست، او میگوید که من همان دم تنها غیر از آنه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این گونه گفتند دیگر جوابی نداشتم، دیگر جوابی دیگری برای گفتن نداشتم بود. و میگوید که هنگامی که به دیگر شهر پرواز داشتم آنجا نیز میبایست که با مردم واخورم و در همین راه میگوید در درونی طیاره گازیته نیویورک تایمز، همه شما میدانید، همه ما و شما میدانیم این گازیته را، میگوید همین مجله را خوانده ایستاده بودم و در آنجا یکی از تحقیقات های جراحان نشر شده بود. میگوید که همان را میخواندم و در آخری آن پیشنهادهای کرده شده بود. میگوید و یکمین پیشنهادی که آنجا میگوید من دیدم این خواب نرفتن با شکم، یعنی که من کردنی خواب با شکم را با دیدم و سببش همین بود که یعنی که همان حرام مغز ستون مهره بزرگی که در ارگانیسم ما هست از استخوان عبارت است و از همه وزن‌تر است، این همین حرام مغز می باشد و او میگوید از همه وزن‌ترین در بدن انسان به حساب می رود و آن چیزهایی که در پیش از او ایستادند یعنی که شوش، جگر، گیل و دیگر اینها خیلی نازک می باشند و میگوید هنگامی که ما با شکم خواب می رویم همان حرام مغز ما بر بالای اینها زوری می آورد و آنجا نوشته شده بود میگوید که بسیاری موسفیدهای را که ما می بینیم با میان خم می گردند، این سببش همان با شکم خواب رفتن است. یعنی ببینید که 1400 سال پیش وقتی که هیچ کس سبب این را نمیدانست، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفته بودند که خداوند دوست نمی‌دارد آنهایی را که با شکم خود خواب می‌روند. و باز همان عالم میگوید که در انگلیس زمان بود که فوت کودکان خیلی زیاد شده بود و دکتران نمی‌دانستند که سبب در چی باشد، سبب فوت کودکان را نمی‌دانستند و یک تحقیقات گذرانیدند و از عائله هایی که آنجا کودکان بسیارتر می‌فوتیدند از آنها پرسان می‌شدند که چگونه طعام می‌خورند، چیکار می‌کنند، در کجاها در کدام شرایط ها قرار دارند و معلوم شد که سبب اساسی این همان خواب باندن کودکان با شکم است. یعنی که هنگامی که کودکان را با شکم می‌خواباندند، کودکان معده را، آنها در خواب می‌فوتیدند و بعد معلوم شد که این سببی از دنیا گذشتن کودکان می شود
و آنها نیز منع کردند که تا عائله های جوان کودکان خود را با شکم خوابانند. شما ببینید که 1400 سال پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ما به مسلمانان خبر داده بودند و همان دم این انسان ها ناوابسته از آنه که نمیدانستند که این چی ضرری برای آنها دارد این کار را نمی کردند و کسی را که این کار را قبول نکرد و با شکم خواب می رفت او غیر از خودش به کسی دیگر ضرری نرساند. برای همین دوستان عزیز، برادران عزیز، هنگامی که خواب می روید با کفت راست و رو به سوی قبله. دوستان عزیز، شما می توانید ثبت های بیشتری ما را در یوتیوب کانال ما با نام برادر مسلم پیدا کنید. اینچنین آنجا به شبکه ما آبونه شدن را فراموش نکنید و ما را در شبکه‌های اجتماعی با مانند فیسبوک، وکانتاکت یا ادناکلاسنیکی همراهی نمایید. خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.